استاد نمازهای 4 رکعته فرض را بعد سوره فاتحه فراموش کنیم و سوره زم کنیم چی می شود؟ آیا سجده سهو کنیم؟ اگر بعد نماز به خاطرمان آید در این حالت چیکار کنیم؟ یعنی نمازهای 4 رکعته فرض، 2 تاش به سوره 2 تاش به سوره، اگر در همون 2 تای به سوره یعنی سوم و چهارم ده اگر به شرط یگان سوره زم که کردین، اینا در مسئله ها محلی قرائت میگن، یعنی همون موضعی که خودش موضع قرائت های، به همین خاطر زم کردن سوره هم سجده سهو به گردنتون واجب نمیشود. یعنی نماز ها مقصد بگذار اگر هر چوشم که با سوره هم که بخوانی به سجده سهو هم نمازتون درست شدگیه. بابا جان سوره هایی که سجده تلاوت دارن در وقت نماز چگونه خونیم این سوره ها را؟ وقتی سوره هایی که در 14 جای قرآن ما سجده تلاوت داریم، یعنی در مثل اگر سوره علق باشه اقرا بسم ربک این در آخری سوره که هست همون را که خواندیم رکوع را که میریم با رکوع نماز همون سجده تلاوت به جا میاد در فقط در سوره علق. انا در دیگه سوره هاش اگر به شرطی که مثال وقتی میم همون آیتی ده که سجده تلاوت در کار های همونجا که رسیدیم اون را که خواندیم راست میریم یک سجده میکنیم به رکوع به مثال همین راست یک سجده میکنیم، همین یک سجده همین سرمون رو میمونیم سجده میکنیم میخیزیم با دوام آیت خواندن میگیریم. و اگر به شرطی همون آیت سجده ده بیم و بعد رکوع ده بریم نیست یعنی سوره علق واری با وای هم مقصد به همون رکوع نماز یعنی درست میشه. لیکن اگر آدمایی هست که میخوان مثال سوره را دراز تا آخر بخونن اینجا هم سجده تلاوت در که رسیدی راست برای سجده کنو با بخیو با دوام آیت ها را خوانده رفتن بگیر. قوم هم که باشد قوم هم باید از شما متابعتی کنند. چون در نمازهای تراویح در رمضان سجده تلاوت هم میکنیم. اگر به شرطی که در غیر نماز باشید مثال قرآن در پیش دارید یکی آیت سجده در رسیدی همین آیت که خواندی همون لوحه یا تکسری قرآن موندگی یا طرفه که همون شیشتگی خط شرط نیست که ترات شد همون شیشتگی خطی همین یک سجده بکو خب سبحان ربی الاعلا 3 بار بگو الله اکبر تمام دیگه اینا التحیات داره اینا سلام داره اینا یکون درود داره همین یک سجده تمام بخیز با قرآن دوام داده رفتم دیگه با آیت سجده که اومد خوندی با سجده کن تمامی است. شرط نیست که رات شاید نیت کنی خب دستاتا با گوش ببری ایده حاجت نیست یعنی یک سجده خالی داره تمام. استاد عزیز در نمازهای جمعه امام یک تیاق گویم یا چوب را میگیرد و راستا خطبه را میخواند این چی معنا دارد؟ اکو هر یک در نمازهای جمعه یا عید اگر بینین در حالت خطبه خواندن امام ها تیاق دارن همین تیاق گرفتن در دست این سنت پیامبر مونه. بعضی صاحبای کتاب خدا رحمتشون کنن میگه این اصلا حیبت هست یعنی وقتی تیاق در دست و خطبه را میخواند و خطبه که خودش عبارت از خطابه رساندن موعظه با تیاق در دست باشه این طرف خودش امر به معروف یک حیبت سیاست های با این تیاق با یک حیبت سیاست دیگر را بازم میکنه. برای همین حتی در حالت خطبه یا در غیر خطبه اگر ما مثال در کوچه که اگر در دست ما تیاق باشد نبین بسیار در ما مردم های مستفید تیاق میگیرن بعضی ها شما حاجتی به تیاق هم ندارن لیکن همه میدونن که همین تیاق گرفتن یک شانه گرفتن یک آینه گرفتن بینین یا اینکه بعضی ها شما قبچوق میگفتیم وقتی همون کرچچک های میدهی که مثال در دستکاشون بود همونا را در برشون دائم میگرفتن که اینها سنت پیامبر گفتن. برای همین این سنت پیامبر میگیم برادر عزیز. بابای حاجی من یک مادر تنها یک پسر دارم در مهاجرت هست من 150 سگ را نگاه و بین میکنم و من میگم که این کار تو گناه هست آیا شما گویید من به این کارم گناه میگیرم یا نه؟ نه انشاءالله هر یک آدمی که مقصد وقتی یک حیوان نگاه میکنی خواه سگ باشد خواه پیشیک باشد
نگاهبین اونها، مثال از آب و نان اونها را تامین کردن، البته این ثوابه. چرا گناهه؟ یگان گناهی ندارن. برای همین من راستی نمیدونم برای چی این سگا را شما تربیت میکنین. مقصد ای سگا مقصدتون فروختن یا مقصدتون فقط همینه که شما همی آموخته کردین اون سگا را که مثال مادامی نانشون میتین، خوراکشون میتین، همش در یک جا میان جمع میشوند. شما اگر روشن‌تر مینویساندین که و میفهموندین که مقصد شما از 150 سگ تربیت کردن چیه و چی مقصد، لیکن به هر چیزی که باشد شما برای کاری نیکتون انشاءالله پیش خداوند ثواب میگیرین. یعنی این کاری گناه نیست.